صبح صادق بخیر دوستان عزیز. خوب است همه اینجا نازه پروردگار کلی مردمی مسلمان خصوصا مردمی سربلند تاجیکستان و این منزل مکانهای مقدس و پاک آمدن نصیب گردانه. انشاءالله در حق همه تان دعاگو هستیم پروردگار کلی بیماراتون و شفای کامل، قرضداراتون از قرض کنده و پروردگار و احد الصمد و سربلند خانه آباد باشه و به فرزندان را صاحب فرزند، شخصانی که عزیزای دلشون از دست دادن در دوام حیات صبر جمیل، پروردگار جنت الفردوس پدران و مادران گذشته، برادران و کاو و خواهرای گذشته نصیب گردانه انشاءالله. در حق همه شما دعاگو هستیم انشاءالله و شما هم در حق ما دعاگو باشه. بنده همه وقت به دعا نیاز داره تا دم مرگ و هم خاطر در حق ما دعاگو باشه انشاءالله. لا إله إلا الله. دوستان عزیز الحمدلله ما سحر نماز خواندیم، معاف کردیم به پروردگار. یک 7 گروه نماز خواندیم انشاءالله خدمت بچه‌ها. مقصد از این که کمک کدمت شرایط آمدن داری، حج عمره است، فرضی است، بیایی این دنیا این روزا همش غنیمتن و هم خاطر بیایی انشاءالله حرکت کنی، بیایی این جاهای مقدس در این نزد خانه خدا، در این مکان پاک با کلی مسلمانان خصوصا با کلی مردمی شریف تاجیکستان دعا میکنم خدایا ای قرض قبله کنده شما مساعده پروردگار احد الصمد و هیچگاه سرطان درد نبینه پروردگار. خدمه بیمار دوره شفای کامل، خدمه قرض داره از قرض کنده پروردگار. خدا و خداوندان کریم کلی مسلمانان را برای راست هدایت کنه، به فرزندان پروردگار فرزند تیه و خدا و خداوندان کریم همه وقت سربلند باشه. تاجیکستان ما همچنین آباد و پروردگار زیبا و تنج و آرام باشد. الحمدلله همه آبادی و تنجی و آرامی است که انشالله تقاجان ما با همدیگه را میاییم. اگر تنجی نباشه از دیجا میخیزیم یا همینجا. 2019 اخیرش این یک چی شد، یک بگیم وبای پروردگار اومد که یک از بگیم لشکرهای کوچکترین که بچه‌شم دیده نمیشید کلی دنیا را به لرزه آورد. ای خانه هیچ کس نمیپرمد. باز شکرانه کنیم هم تنجی و آرامی و هم دیگه چی میگن سلامتی هست الحمدلله. برای مردم یگان چی گفتن نیست تو این جدید خداوند پروردگار همه اونایی که نیت دارن پروردگار روزش کنه بیان دعا کنم برام در خونه خدا رو زیارت کنم برام انشاءالله خداوند همه وقت سرجم همه وقت سربلند باشه برادران مهربان. تمام انشاءالله. روی میگه کفترها را دانت یا نه دونا نکش کنی ما آدم مگزین در کجا؟ خوب دوستان عزیز این ساعته که مقصد در تمام جا میبینیش این ساعت هست. این ها برادرایی که برای آوی زمزم میایه، یعنی که آوی زمزمایی که در درنی همو کلادسا میخره، یعنی که در همو بوچکایی که در درنی مسجد هستن خواهش میکنم از ویا یعنی که بوتلکاتون پر نکنی. آوی زمزمی تازه اینه در همه چی هسته دوستان.
تگ اینمی ساعت کدمت که اگر که آمده باشی میدونه تگ اینمی ساعت راست اینم به همین زمین اینمی آب زمزمی تازه های این کدمت که اگر که نمیدونه بیه از همین آب زمزم بگیره استعمال کنه پر کنه با خلشکاتونا بوتلکاتونا بره این ده 89 بین 89 و 90 خوده این 89 اینا دیگه کنه در اینا ایسش 90 93 94 میشه اینا با هم خودی دوستان مهربان خواهش میکنم آب زمزم تازه از همین جا بگیره کی یعنی کی تا جایی که حاضر ما فهمیدیم و پرسیدیم از بوتلکای درنی اونجا پر کرده بردن درست نیست یعنی که فقط برای نوشیدن است بعد بعضی حجیه ما مثل دفعه گذشته ما بوتلکا را پر میکردیم و جایی میگرفتیم میبردیم تا جایی که فهمیدیم اجازت نبوده یعنی هم 5 لیتر اجازت 5 لیتر بر ما با جا میکنیم میبریم اوه نبینن اوه ایتشوا این درست نبوده دوستان مهربان چین ویا میگه یک بخلشکای تازه بخلشکای خالی یعنی کم بخلشکای 1 لیتره که میگیریم میبری همه در یک فلک و یک بحر بریزی همه او انشاءالله زمزم میکردن چین بخلشکا رو پر میکنیم در نیاز نسکی و در لباسامو میپیچونیم این درست نبوده یعنی که دزدی حساب میشه تا جایی که دین ما را صحبت کردن فهمیدن خدا نگهدار دعاگو باشه ویدیو را پایگیری کنه حرکت میکنیم همین بگاه یا پگاه ویدیو برای حج آمدن ویدیو برای آدمایی که حج میآیند ان شاء الله ویدیو را پرتویم یعنی که نرخ نوا رقم تلفن چقدر آدم در کره است از تاجیکستان چند سومه نرخش از روسیه چند سومه نرخش از ازبکستان از قزاقستان از کدام شهرهایی که باشه ان شاء الله معلوماتی پره برای حج یعنی که ضبط کردن حج ان شاء الله ما سر میکنیم با اون خاطر خواهش میکنم از هر یک کدام شما صبور باشه ما حرکت میکنیم که ضبط نویسیم یعنی کدمی که میره کدمی که میبیاید چقدر است سرای گستن سومو سیوا خورده خوراک هست نیست مقصد همش ان شاء الله در این ریس در این ویدیو دیگه حرکت میکنیم بمونیم با خدا امان خدا السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته دوستان عزیز با شما نشون میدیم که از چگونه ما میگیریم خورد و خوراک از کمپانی مقصد اینجایی که میارم چی میکنن خورد و خوراک همش از حساب هم کمپانی میگیری خشروک میبری بگیم استفاده میبری همچنین آشخانه یعنی که سما ابسول جون میدروی به پلچه که فورا از همین ستولا پر میکنی پاوزش میده همچنین ستولا پری خوراکند سه که فورا نگرفته اوچه جون بگیره لاله گرفته پر کرام گیره جه نمی فورا ابرا پولا چای بگیر بخو نه همچنین شکر یکا سر خدا رنگ گرمی و پلدار در امریکا انشاءالله کامل نمتخم بخون زدگی هم خیلی میگیریم میخریم چی گرفتی؟ چکا؟ چکا داو دیگریش با کنم؟ چکا نیست ای خطق بگو عرش کدگی عرلاش کدگی همی بس جولا بگیرم خلاصه همچنین است از نشان میتیم خلاصه از این همچنین تپیدگی هن بچه ها گرفته شدن لالیا که اینجا میمونی مقصد چیز میفوره سیر میمونیم نه شیرینی ها میمونیم بله عرش کدگی شیرینی ها میمونیم سیر میفوره انشاءالله پر میتونی دوستان نجا لیمون میگیریم ها؟ سه نمو چکا برنامه شد. ایوان هم که چکا نیست. شما ایوانه؟ ایوان ما که کم خطی اومد کنه در کدام کمپانی اومدی؟ کمپانی باباجان 88 با تمام صنعتش لوکس خوب بچه‌ها انشاءالله یوان خداوند همه توجه کنه رنگ ما هم تجربه کنه خداوند زیادت شو فقط یوانی را توقعت ادعا میتی؟ صلوات و سلام بله انشاءالله انشاءالله I'm sorry نه تو بچه ایوان در کیلومتری را طول میکنه اها نه پس ابوبکر نام دارن و بهش نمیشه ابوبکر
بهایی سلام. اینومی عالیم با ابوبکر سلام. سلام گرم جوشان خود را میرسونم. Pistai yoğun aydın salkı tutunaydı. شکره؟ Ben pistai yoğun aydın salkı tutunaydı. همه کمکک دمم بمون. تمام. کالباسه بخوره کدمش بخوره. اونجا تپتگیه. بیا باشه بیتره شدی من برای خودم میخوام میارم هر چیز بیا. اینه یک. اکایکی جوش کن میاد. من خدا را سوال کنم همه شکر که سرای نبرگه آب بیارم. خلاصه همچنین ستول نکریوت میکنیم. همچنین میخرن همچنین یعنی که ای با نگه که رنگی نادیده ها راستو من ابیشت کردم که انشالله هر یک قدم هر یک ورق هر یک جای رفتگی ما قدم به قدم نشان دهیم که شکر اما جان چگونه خدمت رسانی میکنن شرکتی زمزم عمر اکمن خیلی تعریف بعدش نمیکنم اما خدمت رسانیش انشالله به سطح اعلا هست. فقط چی میگن شما دعاگو باشه تمام انشالله. خب سلام علیکم. کامپوتاچ خیلی که میخورد همچنین هست. های ما بخوریم با اشاره زنگ با یعنی که با دوامش نشون میدیم در ویدیوهای دیگه شاید یا در همین ویدیو